شاید من بنده خوبی خدا نبودم، شاید یک فرزندی خوب هم نبودم، شاید یک خواهر خوب نتوانستم که باشم، شاید در یک عشق هم عاشقی خوب نبودم. ولی باور کن من همیشه تلاش کردم تا انسانی خوبی باشم. همیشه تلاش کردم تا به انسانها بفهمانم که من هم انسانم. من هم گاهی خیلی درد میکشم. من هم گاهی به یک محبت واقعی نیاز دارم. من هم از دروغ‌ها، از شکست‌ها خسته میشوم. من هم گاهی نیاز دارم به یک دستگیری. من خسته شدم از اینکه به همه بفهمونم ما خوب هستیم. باور کن دیگر هیچ چیز مهم نیست. اساس این است که خداوند مرا چگونه دوست می دارد.